سلام دوستان، امیدوارم حالتون خیلی خوب و عالی باشه. واقعا پویا ایدنی داره چی کار میکنه توی مسابقات رپید قهرمانی جهان 2023. خودش رو کشوند به صدر جدول. بازی ششم و هفتم رو گذاشتم، حتما ببینید. دو تا بازی پشت سر هم برد. اما بریم به سراغ بازی هشتم این بازی و بعدش هم بازی نهم. پویا ایدنی در مقابل رؤوف ممدوف از کشور آذربایجان، استاد بزرگ فوق‌العاده پرقدرت. ایدنی بازی رو با حرکت E4 شروع میکنه، C5 اسب F3 G6 حرکت D4 و بعد از 3 در D4 اسب در D4 اسب C6. اینجا ایدنی حرکت C4 رو انجام میده و این مرکز مستحکم خیمه ماروکسی رو ایجاد میکنه که به طور کامل خونه D5 رو تصرف میکنه و نمیذاره سیاه ببخشید هیچ وقت حرکت D5 رو انجام بده. اسب F6 اسب C3 اسب در D4 وزیر در D4 D6 فیل E2. دو طرف به گسترش سوارها ادامه میدن. ایدنی فیل رو میذاره خونه E3 قلعه، وزیر برمیگرده عقب A6 قلعه و فیل D7 و اینجا ایدنی حرکت A4 رو انجام میده. میبینید که به چه زیبایی هم خونه D5 رو کنترل کرده و هم خونه B5 رو کنترل کرده، نمیذاره اصلا سیاه پوزیشنش رو آزاد بکنه. بنابراین اینجا ممدوف حرکت A5 رو انجام میده. B3 فیل میاد C6 حرکت رخ B1 اسب D7 و ایده بسیار معروف و بسیار تیپیک توی خیمه ماروکسی برای بازیکن سیاه که هدفش اینه که این فیل رو آزاد بکنه و سفید رو مجبور بکنه که در نهایت این دوتا فیل رو با هم دیگه تعویض بکنه و ضعف خونه های سیاه رنگ به طور کامل توی کمپ سفید آشکار بشه. ایدنی حرکت F3 رو انجام میده، اسب میاد خونه C5 وزیر برمیگرده D2 و حرکت F5. این بار ممدوف نتونست حرکت D5 رو انجام بده، نتونست حرکت B5 رو انجام بده، اما از خونه F5 وارد بازی میشه و مرکز رو میخواد باز بکنه، سوارهاش رو فعال بکنه، با پیاده پس میگیره. ایدنی حرکت F4 رو انجام میده، رخ میاد F6 فیل F3 و رخ عازم خونه G6 میشه، ستون G رو تصرف میکنه با این لیفت زیبای رخ ممدوف. اما ببینید به چه زیبایی ایدنی بازی رو ادامه میده. اینجا فیلش رو میذاره خونه D4 و حرکت E5 رخ میده. بهترین کار اینه که سریعا این فیل رو تعویض بکنید و وزیر رو بذارید F8 وزیر G7 و در نهایت این وزیرها رو تعویض بکنید. پوزیشن سیاه عالی خواهد بود. اما ممدوف حرکت E5 رو انجام میده، فیل در C5 D در C5 تعویض و ایدنی وارد این آخر بازی میشه که رخ میاد خونه D2 عرض دوم تصرف میشه. اما ایدنی به خوبی در زمان مناسب دفاع میکنه، تعویض و در نهایت پیاده E5 هم پس گرفته میشه. اما وارد این آخر بازی میشیم که ایدنی اسب داره و مخصوصا پایگاه D5 رو در اختیار اسبش قرار داده. اینجا حرکت شاه F7 انجام میشه، حرکت فیل در H2 رو ندارید، حرکت اسب E7 کیش چنگال میزنه رخ و شاه و بنابراین رختون رو از دست خواهید داد. بنابراین اسب میاد F7 G3 توسط ایدنی انجام میشه، رخ میاد خونه E6 شاه G2 و اینجا شاهکار پویا ایدنی مجدد شروع میشه و این پوزیشن رو ببینید به چی تبدیل میکنه. پوزیشنی که کاملا از نظر کامپیوتر مساوی، اسب رو برمیگرده C3 رخ رو میذاره D1 سوارهاش رو اصطلاحاً ریگروپ میکنه و آماده است که در نهایت کل سوارهاش رو وارد کمپ سیاه بکنه. اسب برمیگرده E3 شاه میاد خونه G6 رخ D5 و اینجا حرکت B6 اتفاق میفته. از نظر کامپیوتر بهترین کار اینه که اینجا حرکت H5 رو انجام بده چون پیاده C5 قابل لمس نیست. فیل D4 حمله به اسب، حمله به رخ و این فیل کار خودش رو میکنه، سفید بازی رو میبازه. اما به هر حال بعد از حرکت H5 اینجا حرکت از G2 وجود داره. این مانور بسیار پرقدرت، همچنان سفید برتره. اما بعد از حرکت B6 رخ میاد خونه D7 فیل D4 و اینجا پویا اشتباه میکنه، اسبش رو میذاره خونه مرکزی D5 که از نظر کامپیوتر همچنان مانور اسب G2 با هدف انجام حرکت اسب F4 فوق العاده پرقدرت تره. اما به هر حال از D5 اتفاق میفته، رخ میاد خونه E1 رخ کیش شاه میاد F7 و در نهایت ایدنی پیاده B6 رو هم میگیره و اینجا شاهش رو میذاره خونه H3 و بعد از حرکت رخ B2 حرکت بعدی ایدنی رو ببینید. شاه H4 به سبک خود راول کاپابلانکا
شاه رو فعال میکنه، به پیاده هیچ اهمیتی نمیده و میره به سمت شکار پیاده مهم F5 و اینجا حرکت رخ G2 اشتباه فاحش ممدوف. چرا؟ چون حرکت رخ F2 بهتره، باید سعی بکنید پیاده رو حفظ بکنید، اما احتمالاً از همچین چیزی میترسیده که در نهایت بعد از حرکت اسب F4 کیش پیاده F5 رو از دست خواهد داد. اما بریم به سراغ خود بازی. رخ G2 رخ B7 کیش، شاه برمیگرده F8 و اینجا پیاده F5 رو میگیره. پویا ایدنی و رخ در H7 رخ در B3 رخ برمیگرده A7 پیاده A5 هم شکار میشه و خیلی ساده ایدنی این بازی رو به برد تبدیل میکنه. پیاده C4 رو دفاع میکنه A5 و در نهایت رخ میاد خونه E6 و رخ B7. اینجا حرکت رخ در B6 اتفاق میفته، جلوی حرکت A6 A7 A8 رو نمیتونید بگیرید. سفید وزیر میاد تو بازی، بنابراین رخش رو قربانی میکنه و بعد از حرکت آ در B6 تسلیم میشه و پویا ایدنی میره به صدر جدول. بریم به سراغ بازی بعدی. پویا ایدنی در مقابل دنیل دوبوف. سفر رو برگردونیم که پویا به سمت ما باشه، دوبوف بسیار پرقدرت بازی رو به حرکت D4 شروع میکنه. D5 C4 E6 اسب میاد خونه F3 اسب F6 و بعد از G3 پویا توی خونه B4 با فیلش کیش میده، اسب میاد C3 و پویا قلعه میره. فیل G2 حرکت D در C4 و بعد از قلعه اسبش رو میذاره خونه C6 آس فیل در C3 B در C3 و اگر به پوزیشن نگاه بکنید سیاه یه دونه پیاده اضافه داره. پویا حرکت H6 رو انجام میده، اما این پیاده داشته با ارزشی نیست. حرکت وزیر A4 مجبورید این پیاده رو پس بدید، هیچ گونه راه دفاعی وجود نداره. پویا اینجا فیلش رو میذاره خونه D7 و بعد از حرکت وزیر در C4 اسبش رو میذاره خونه A5 وزیر برمیگرده خونه D3 و اینجا حرکت C5 رو انجام میده، پوزیشنش رو به طور کامل آزاد میکنه. آماده است که حرکت های مثل C4 یا حتی اسب B3 رو انجام بده و این فیل خونه C1 رو بگیره. اینجا اسب میاد خونه E5 توی این وضعیت، اما شاید براتون سوال باشه چرا D در C5 اتفاق نیفتاده. اینجا اسب میاد خونه B3 بعد از رخ به یک اسب پیاده C5 رو پس میگیره. وزیر D4 رخ C8 پوزیشن سیاه عالیه، هیچ گونه مشکل خاصی نداره و در نهایت این اسب فوق العاده پرقدرت. پیاده B7 رو ساپورت کرده، رخ هم داره اسب رو حمایت میکنه. اما بعد از حرکت اسب E5 اینجا ایدنی رخش رو میذاره C8 رخ به یک تعویض و حرکت پرقدرت فیل A4 رو انجام میده. فیل میاد خونه C2 حمله و فیل در A5 وزیر در A5 وزیر میاد خونه B5 وزیرها هم تعویض میشن و توی این وضعیت دو طرف به تساوی رضایت میدن. اما بریم به سراغ شاهکار ایدنی جدول ردبندی. مگنس کارلسن، ولادیمیر فدوسیوف، همون بیگ فیش سایت chess.com و یویانگی با 7 امتیاز 3 نفر اول جدولن، اما از نفر 4 تا نفر 14 6.5 امتیازی هن که یکی از اونها قهرمان کشورمون پویا ایدنی دمشگرم. امیدواریم بازی های بعدیشون رو هم ببرن و خدا نگهدار.